ملای پشت اکران ملای کنشتن کو وقتاره غیبت میکنه رنگی زنک. ملای پشت اکران ملای کنشتن کو وقتاره غیبت میکنه رنگی زنک. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکاته. برادران عزیز و خواهران اهل اسلام، امیدوارم که همه شما خوب هستید. خداوند نگهبان همه شما باشد. خب این نوار شما دیدین، یا دخترکی بزیب، دخترکی که خداوند چهره خوب داده است اما عقلش کوتاه است. فکر میکنم پدر و مادر نداره که و این دختر تربیت خوب بدهد. و این سخنی که شما شنیدید فکر میکنم همون شخصیت هایی که نصیحت میکنن به خاطر فایده انا همین گونه انسان هایی که از تربیت و از عقل بیرون ماندن. خداوند خودش هدایتشون کنه. و این دختری که نسبت ملاها گپ زد، ملاهای هر خیلی گپ و چپ برآورد، همون ملاهایی که گپ میزنند اینها میخواهند که شما از آتش جهنم نجات یابید. اینها میخواهند که شما در روز قیامت از رحمت الله ناامید نشوید، یعنی که در رحمت الله گرفتار باشید و پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم شما را نیز شفاعت کنند. و وظیفه هر یک طالب علم همین است که باید حق را به شما برساند. گوید که ای برادر، این چیز حلال است، این چیز حرام. خواهرم، این کار درست است، این کار نادرست. ولی امروز آنها بر این گونه شخصیت های به عقل و به فراست و به دانش و به علم چه گپ‌های و چه تحقیرهای می شود. در اصل این گونه شخصیت ها پدر و مادرشون به خبر هستند. خود را نوار میکنند، فکر میکنند که با همین گپشون خیلی سخن خوب میشنوند. نه، از پس انا همین خیلی دخترهای بدبخت و جاهل و دخترهایی که تماما از عقل و از دانش و از علم، از فرهنگ دنیوی عقیب ماندن، از پشت انا همین خیلی فرزند پدر و مادر در لعنت گرفتار میشوند. من خودم وقتی نوار دیدم گفتم در پدرت در مادرت لعنت که ترا تربیت نکرده است. شاید میلیون ها شخصیت ها میگن. و خاطر چی؟ فکر میکنم همه دختری تاجیک، انا همه دخترک شگان استودنکا باشه، کوچگرده، از رفتار و از گفتارش دخترکی خوب هیچگاه در سامانه ها اجتماعی نمیشیند یا بشیند هم خود را نوار کرده هر خیلی سخنی قبیح نمیگوید. مقصد ما همیه که از همین خیلی دخترها خود را دوری جوید. با این خیلی دخترها یک سخن خوب به خدا که حیف است. این آدمی که نمیفهمد هرچند کوشش کنید به خاطر فایده خودش هم گپ زنید، اینها نمیفهمند. خداوند هدایتش کنه اگر اهل هدایت باشه.